واسه چی اینجا تو سرما میشینی برات مهمه؟ این سوالا رو بپرسی. واسه این که حس میکنم از هر موجود زنده یه فرکانسی باقی میمونه. دوست دارم فرکانسی که از من میخواد باقی بمونه اصلاح شده فرکانس های قبلیم باشه و با همون قدرت ولی با چاشنی انصاف این بار اتفاق بیفته. واقعا گرفتی جواب تو؟ چرا برات انقدر مهمه؟ من نشستم چی باعث شده که به این نقطه برسی که باید دنبال این باشی؟ دارم میگم از هر آدم، از هر موجود زندگی که نبض داره یه فرکانسی ساطع میشه. این فرکانس میتونه دست توئه که ازت چی بمونه. میتونه کتاب بمونه، میتونه یه ایدئولوژی بمونه، میتونه یه تئوری بمونه، میتونه یه عکس بمونه، میتونه یه اسم بمونه. دوست داری یه چیزی ازت بمونه؟ دوست دارم چیزی که ازم میمونه اصلاح شده نسل‌های قبلی خودم باشه. اشتباهاتی که دی ان ای هم توش بوده رو فهمیدم از چی داره نشأت میگیره. نسلمو بررسی کردم، جدمو نگاه کردم، بابامو نگاه کردم، بابای بابامو نگاه کردم، اکثرا نگاه کردم، متوجه شدم که چیه و دوست دارم تو موقعیت قدرت خیلی زیاد قرار بگیرم، بعد اونجا ببینم میتونم اون اشتباهی که شاید جدم کرد و جبران بکنم یا منم میافتم تو بازی قدرت و یادم میره. حسش میکنم تو وجودم. دیگه بقیه چیزایی که تو این دنیا دارم میبینم به نظرم فقط یه بازیه که خودم طراحی کردم، که توش دارم میچرخم دنبال این که بتونم خودم رو پیدا بکنم.